آقا چطور بود امتحان؟ حالا متاسفانه قبول نشد. ما علاوه که 20 سال در کشور رانندگی می‌کنیم اینو غالب هست به ما، ولی اینجا بحث رانندگی نیست، بحث رعایت قوانین، دیدن تابلوها و نکات ریزه. آقا سعید دقیقاً یک ساعت قبل از جلسه من برد دقیقاً همون مسیری که امروز آقای امکان‌گرا از من امتحان کرد. مثلا یک مورد بود که سر چراغ وقت چراغ ما سبزه نباید ترمز بزنی، باید بری، ولی اون رو عادتی که در ذهنمون هست در ایران که بودم می‌خوام اجرا کنیم، یک ترمزی من زدم به همین عوامل رد شدنم بود. همین نکته رو صبح آقا سعید به من گفت، دقیقاً همین ترمز رو من زدم، بهم گفت اینجا اگر ترمز بزنی رد میشی، وقت سبزه باید بری. مورد دوم، وقتی گردش به راست چپ می‌کنیم باید در همون لاینی که مربوط به گردشه باید بریم. اینم صبح بود من دقیقاً باورم شد داشت. حالا من شانس خوبی داشتم، همون نکات آقا سعید رو بهم گفت و هم امتحان گیرندم بسیار شخص مثبت و محترمی بود. من تغییر لاین رو که دادم مثلا به چپ رفتم توی لاین دیگه، سرعت رو نتونستم متعادل بکنم. مهمترین چیز برای اینجا اینه که رانندگی ایمن داشته باشم. مربی نگفته برای امتحان آماده هستید نرید این کار انجام بدید.